آقایون شما این روایت رو شنیده بودید؟ 75 سالشه میگه این روایت قدیر رو نشنیده. این تقصیر من آخونده. اینا من باید پیش خدا جواب بدم. آقا که کارشو کرده اومده نشسته پا منبر. چی از قدیر واجب تر داشتیم که بهش نگفتیم؟ خدا تو قرآن فرمود الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم امروز رضیت لکم الاسلام دینا، من تازه شما رو مسلمون راضی شدم قبول کنم. قدیر آقا نه عاشورا. به من جواب بدید آیا گریه بر امام حسین علیه السلام جزء دین رسول الله است یا خارج از دین رسول الله؟ قرآن فرمود یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک در رابطه با قدیر و ان لم تفعل فما بلغ رسالته. اگر قدیر نداشته باشی هیچ دینو نداری، اصلا انگار نه انگار تو به پیامبری مبعوث شدی. با گریه بر امام حسین یا بی گریه بر امام حسین. آقایون شما این روایت رو شنیده بودید؟ 75 سالشه میگه این روایت قدیر رو نشنیده. این تقصیر من آخونده. اینا من باید پیش خدا جواب بدم. آقا که کارشو کرده اومده نشسته پا منبر. چی از قدیر واجب تر داشتیم که بهش نگفتیم؟ خدا تو قرآن فرمود الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم امروز رضیت لکم الاسلام دینا، من تازه شما رو مسلمون راضی شدم قبول کنم. قدیر آقا نه عاشورا. به من جواب بدید آیا گریه بر امام حسین علیه السلام جزء دین رسول الله است یا خارج از دین رسول الله؟ قرآن فرمود یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک در رابطه با قدیر و ان لم تفعل فما بلغ رسالته. اگر قدیر نداشته باشی هیچ دینو نداری، اصلا انگار نه انگار تو به پیامبری مبعوث شدی. با گریه بر امام حسین یا بی گریه بر امام حسین.